салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби интро, яъне интерченҷ. номи аслии китобҳои 4 муҷаллад аст, номи он аст ва интро номи ин муҷаллади ин китоб аст. яъне ин интерченҷ иборат аст аз интро ва интерченҷ 1, интерченҷ 2, интерченҷ 3. чопи савум аст, third edition, чопи савум. агар дар хотир дошта бошед, мо шумо расидем дар саҳифаи, агар хато накунам, дар саҳифаи 22 буд ё 29 буд. Як лаҳза. камтар хато кардем. 23. саҳифаи 23 буд. саҳифаи 22 ро гирифтем, яъне дар бораи либосҳои расмӣ ва либосҳои ғайрирасмӣ, ё ин ки бигем либосҳо барои кор, яъне кори идоравӣ, ва либосҳо барои гаштугард ва ёки барои ҳолатҳои фароғатӣ, яъне clothes for work, либосҳо барои кор, clothes for leisure, либосҳо барои фароғат. дарси имрӯза дар бораи рангҳо аст. Colors, рангҳо. Хоб, listen and practice. гӯш кунед ва тамрин кунед. White, light grey, grey, dark grey, beige, light brown, brown, dark brown, black. White сафед, light grey خاکستررنگی روشن، grey خاکستررنگ، dark grey خاکستررنگی تیره، beige بیجوی، light brown قهوه‌رنگی روشن، brown قهوه‌رنگ، dark brown قهوه‌رنگی تیره رنگ، قهوه‌رنگی تیره، black سیاه، red سرخ، pink گلابی، orange اورنجی، نارنجی، yellow زرد، light green سبزی روشن، green سبز، dark green سبزی تیره، light blue کبودی روشن، blue کبود، dark blue کبودی تیره، purple بنفش رنگ. در اینجا فکر میکنم رنگ ها اونقدر واضح نیستند. برای شما یک جدول ترتیب دادیم در ورد، یعنی به این شکل در اینجا واضح تر آمده است، هم رنگ ها و هم یعنی ترجمه اونها به زبانی تاجیکی. خب white چخیلی گفتیم سفید، black سیاه، red سرخ، yellow زرد، pink گلابی، beige بیجوی، orange نارنجی، purple بنفش، dark green سبزی تیره رنگ، green سبز، light green سبزی روشن، dark gray خاکستررنگی تیره، gray خاکستررنگ، light gray خاکستررنگی روشن، dark brown قهوه‌رنگی تیره، brown قهوه‌رنگ، light brown قهوه‌رنگی روشن، dark blue کبودی تیره رنگ، blue کبود، light blue کبودی روشن. خب اینها بودند رنگ ها در زبان انگلیسی. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 20، یعنی 20 نمودی رنگ. خب در اینجا طرزی سوال کردن است، یعنی questions. درباره رنگ ها ما چخیل سوال میکنیم. مثلا میگیم what color is your book، یعنی کتاب تو چی رنگ است، یعنی رنگ کتاب تو چی رنگ است. یا میتوانیم به شکل دیگر سوال کنیم، نام کتاب رو نگیریم، بگوییم که what color is it،
یعنی این چی رنگ است، یعنی رنگ این چی رنگ است. مثلا یک پیراهن خریدنیم یا یک شیم خریدنیم از مغازه، وای الکی در درون قوطی است، میپرسیم what color is it, what color is it، رنگ اون چی رنگ است. یا مثلا به شکل دیگر با جانشین های اشاراتی و demonstrative pronouns میتوانیم سوال کنیم what color is this، یعنی اشاره به همون چیز میکنیم یا دست ما رو در بالای همون چیز میمونیم، المهم اشاره میکنیم، میگیم که رنگ این چی رنگ است، یعنی رنگ این چی رنگ است. این بود واریانت یا گزینه برای شکل تنها. جوابش it's white، یعنی جواب با it شروع می شود. It's white یعنی وای سفید است. It's blue وای کبود است. It's brown وای قهوه رنگی است مثلا. اما برای شکل جمع ما و شما از این واریانت استفاده میکنیم. What color are your glasses، یعنی یک نفر رو مثلا یک نفر عینک میپوشد یا عینک دارد، میگیم که رنگی عینک تو چه رنگ است. یعنی glasses هم عینک می شود، هم شیشه ها می شود، هم استکان ها. یعنی glass خودش شیشه می شود glass و glass هم استکان می شود. اما glasses که شد عینک رو در نظر دارند. اگر sunglasses شد عینک آفتابی رو در نظر دارند. مثلا خب اگر اینجا نوشته اینجا می نویسید مثلا اگر sunglasses شد عینک آفتابی رو در نظر دارم، عینک آفتابی. اما در اینجا عینکی است که عینکی طبی است، بعضی‌ها برای مثال گپ کم میبینن از همون خاطر میاندازن مثلا عینک طبی رو، بیناییشون ضعیف است. مثلا What color are your glasses، عینکی رنگ عینک تو چی رنگ است. یا اینکه با جانشین‌های اشاراتی میتونیم اشاره کنیم. یک عینک آفتابی خریدنیم، میگویم که وای الکی در درون قوطی است، مثلا میگویم رنگ این چی رنگ است، در توجه که این میگویم اما در اونجا عینکی از دو شیشه عبارت است، اون رو با شکل جمع استفاده میکنن در زبان انگلیسی. یا مثلا دو کرته خریدنی هستیم، دو پیراهن خریدنی هستیم، الکی وای ها در درون قوطی هستند، میگیم what color are these، what color are these، یعنی اینها چی رنگ هستند. و اگر در اونجا مثلا یک تاش سفید، یک تاش سیاه، یک تاش سرخ باشد، خواه عینک باشد، خواه هر چیز دیگر باشد، میگیم در جواب میگیم که they are black and red، they are black and red، یعنی سیاه و سرخ هستند، سیاه و سرخ هستند. یعنی این بود طرزی سوال و جواب کردن درباره رنگ ها. میرویم به کتاب. Group work ask about favorite colors، درباره رنگ های دوست داشته بپرس. Group work کاری دسته جمعانه. What are your favorite colors، رنگ های دوست داشته تو یا پسندیده تو کدام رنگ ها هستند. My favorite colors are red and purple، این رنگ های دوست داشته من، پسندیده من سرخ و بنفش رنگ می باشند. خب group work describe the clothes in exercise 1، یعنی لباس هایی که در مشق یک هستند اونها را وصف نمایید. The suit is blue، شیم و کاستیوم کبود هستند. The pajamas are red and white، لباس شب خوراک یا لباس شب یا اون پیجامه چی است؟ سرخ و سفید هست. فکر میکنم همین قدر درباره رنگ ها در این درس کفایه هست. از درس آینده درباره یک گفتگو است، در اینجا یک conversation گفتگو خواهیم گذاشت. این بود درس 17 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترو. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.